дар идомаи корҳои ободониву бунёдкорӣ сокинони касбу кори гуногуни ноҳияи дурдасти Носири Хусрав бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ амалҳои гуногуни созандагиву тозакориро анҷом доданд. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات محلی از صبح بروقت در سه منطقه جامعه مهنتی تشکیلات مؤسسه کارخانه و اداره‌ها و ساکنان بخصوص جوانان به حشر دست جمعانه برآمده با تازه و آزاده نمودن کوچه و راهروها و دیگر جایهای جمعیتی مشغول گردیدند. در این روز اهل تشبثکاران در نرم کردن بیخ درختان سایه‌افکن و همیشه سبز، گل و بوته‌های آرایشی و تازه کردن کنار راه‌ها از هر گونه علف‌های بیگانه، همچنین مساعد نمودن جوی و کانال‌های آبگذر سهم ارزنده خود را گذاشتند. واقعا هم راه اندازی ساختن چنین اقدام‌های نجیب از یک طرف برای پیشگیری هر گونه بیماری‌های سرایتی مساعدت نماید، از جانب دیگر در باطن هر یک شهروند حس زیبایی پرستی را بیدار خواهد کرد. در ادامه اقدام امروزه سازندگی با تشبث بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها و سهمگذاری نفران سخاوت‌پیشه خصوصا حج‌روندگان ناحیه در جماعت شهرک بهار یک قسمت راه ماشینگرد که چندان برای رفت و آی واسطه‌های نقلیات مساعد نبود سنگفرش کرده شد. همچنین در روند عملهای سازندگی از جانب کارمندان بخش جوانان و ورزش و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو به حشرچیان موادهای اطلاعاتی و فهمانیده‌دهی وابسته به گرامی‌داشت ارزش‌های ملی و دستورالعمل‌های بهداشتی دسترس کرده شد. با نظر داشت آن که در حدود ناحیه ناصر خسرو زمین‌های پرتو و بیکارخوابیده موجود میباشد، مسئولین مقامات محلی نیت دارند که موافق امکان مرحله به مرحله این زمین‌ها را به گردش کشاورزی درآورند. این موسم از روی نقشه باید حدود 100 گکتار چنین زمین‌های از گردش دورمانده مورد بهره برداری قرار داده شده در سال اول کشت شالی گذرانیده شود. با این مقصد امروز بیش از 100 نفر کارمندان تشکیلات مؤسسه ها و ساکنان ناحیه اینچنین تکنیکه های ساحه کشاورزی با تازه کردن و شدگار قطعه زمینی در نظر داشته شده مشغول گردیدند. با اطلاع مسئولین بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تا جشن پرافتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور در ناحیه ناصر خسرو برابر وسعت کارهای ساختمانی و بنیادکاری در انشاءات جشنی همزمان چنین حشرهای عاموی سالمگردانی محیط اطراف پیوسته راه اندازی کرده می شود. تورالی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه ناصر خسرو برای برنامه اخبار.